Харків! За дітей! Постріл! این افراد ولنتیار یا اختیاری که با نام گرگ‌های دشتی مشهورند، سابق سربازان نیروهای مسلح اوکراین می باشند. طبق قانون‌های فعلی این کشور، نظامیانی که به سن 60 رسیده اند باید بر نفقه برآیند. اما برای این گروه جنگیده سن و سال مانع نشده است. من 67 ساله هستم. سال چهارم است که عملاً در جبهه می باشم. من کمیساریات حربی رفتم ولی آنها با من اجازه خدمت در ارتش را ندادند. گفتند که تماس میگیرند. منتظرم. این گروه در جبهه جنگ به سربازان در انتقال سریع تجهیزات کمک می‌رسانند. همه چیز باید خوب کار کند تا ما توانیم که در یک دقیقه و یا کمتر از آن به موقع دیگر گذاریم. حیات ما به آن وابسته است. بر علاوه تعمیر تجهیزات، گرگ‌های دشتی در رفع کمبود موشک به سربازان اوکراینی یاری می‌رسانند. آنها موشک‌های نقصاندار را تعمیر و دوباره به سربازان می‌سپارند. این موشک نقصان دارد. ما آن را تجزیه نموده کلاهک جنگی را از بخش‌های باقی مانده جدا می‌کنیم. سپس بخش‌های تخریب شده را یک طرف مانده و باروت تازه مانده موشک را از نو پیوست می‌کنیم. بر اساس قاعده‌های امنیتی ارتش، واحدهای رسمی حق ندارند موشک‌های آسیب دیده را تعمیر کنند، ولی گرگ‌های دشتی در این کار به اصطلاح استا شدند. ما ریزاکار هستیم و به شرافت یاری‌های مردم اوکراین نجات یافته‌ایم. همه موشک‌اندازهای ما با دست مردم بندوبست شده‌اند. موشک‌های این گروه ریزاکار موقع‌های ارتش روسیه را هدف قرار می‌دهند. پارلمان اوکراین روی پیشنویس کار می‌کند که محدودیت سن و سالی برای دعوت به ارتش را از بین ببرد.